این نقاشی یکی از عجیب‌ترین نقاشی‌هایی که من تا حالا دیدم. این نقاشی رو آقای ژان ون آیکس کشیده از خانواده آرنولفینی سال 1434 و نکته جالبی که وجود داره اینه که اول که این نقاشی در واقع کشیده شد، همه این تصور رو داشتن که این نقاشی کشیده شده که سطح ثروت این خانواده در واقع به رخ کشیده بشه، چون از پارچه‌هایی که استفاده شده به شدت پارچه‌های گران قیمتیه و در واقع این خانم برای اینکه پارچه‌های لباسش رو جمع کرده و آورده بالا به این شکل به نظر میاد، در صورتی که اصلا باردار نیست. و تو می‌بینی که یه تخت خواب سمت راست تصویر وجود داره، در صورتی که این تصویر توی اتاق نشیمنشون گرفته شده و اون زمان تخت خواب به عنوان کالای لوکس به حساب می اومد و در واقع برای نمایش یا شواف اون رو در واقع توی اتاق نشیمن همیشه می‌ذاشتن. ولی هیچ کدوم از اینا باعث معروف شدن این نقاشی نشد. دلیل معروف شدن این نقاشی جزئیاتی بود که توی تصویر تو میتونستی ببینی. همسر آقای آرنولفینی توی این تصویر فوت شده. وقتی تو به آینه پشت سرشون دقت می‌کنی، اولا می‌بینی که توی اون آینه رفله خود ژان ون آیکس داره این نقاشی رو میکشه وجود داره، یعنی در واقع خودش رو هم توی این نقاشی کشیده و توی تصویر آینه این دو نفر دست همدیگه رو نگرفتن، انگار که داره دنیای دیگه‌ای رو نشون میده. و روی نمادهایی که بالای این آینه ها هست وقتی تو نگاه میکنی میبینی تمام نمادهایی که سمت چپ وجود داره مسیح رو نشون میده که زنده هست و تمام تصاویری که سمت راست وجود داره مسیح رو در حالت مرده داره نشون میده. یه جورایی انگار داره مرز بین این دو نفر که زنده و مرده هستن رو داره نشون میده. توی لوستر رو که دقت میکنی شمع سمت آقای آرنولفینی روشنه، در صورتی که شمعی که سمت همسرشون وجود داره فقط وکس ازش مونده و انگار شمع خاموش شده و داره یه جورایی اینو نشون میده که نیمه عمر این آدم تموم شده. همینطور وقتی لباس آقای آرنولفینی رو میبینی که کاملا مشکی پوشید و توی حالتی ایستادن که انگار در اون پیوند ازدواج رو میخونن، در صورتی که وقتی وارد جزئیات میشیم دست همسرشون مثل یک دست فرد مرده و یک جسد در واقع وجود داره. و همینطور وقتی به دست خود آقای آرنولفینی نگاه میکنیم میبینیم که حلقه ازدواج در واقع توی انگشتریشون نیست و توی انگشت اشارهشون این انگشت در رو گذاشتن که نشون میده که این ازدواج دیگه تموم شده بوده. همینطور ما میبینیم که عکس پت خونگیشون، سگی که داشتن، رو پایین پای همسرشون کشیده شده. معمولا پایین پای مرده ها عکس سگ رو میذارن چون اعتقاد دارن سگ ها توی دنیای دیگه مسیر رو به روح صاحبشون در واقع نشون میدن و تو میتونی این تصویر رو توی تابوت های مختلف ببینی که پایین پای مرده همیشه مجسمه سگ هاشون رو در واقع میذاشتن.